باز هم این شیون عزیز با هم میرفتیم جلو پستخانه رشت. جمعه بود، 2 نامه‌نویس آنجا بودند، مشتری هم نداشتند. یک نفر از سر راه رسید، آلوده به گلولای و یک گرباس هم دستش بود کوچیک. آمد به یکی گفت که برای من نام بنویس. برای چی؟ گفت برای برادر من میخوام بنویسم، سربازی است. اون میگفت، اونم چیز میگه. گفتن شیون گوش کن. گوش کرد و عجب چیزی هست. پیدا شد. گفتن چی؟ بنویس، کاغذ نویس. بنویس، کاغذ نویس. میبرم ممدلی عرض سلام. بنویس، کاغذ نویس. بگو ام پنجمی کاغذ افلم. هرچی بیشتر بیشتر رای پایه ممدلی جی تو در به در میری کاغذه. من آهنگشو ساختم. بنویس کاغذ نویس، بنویس، بنویس کاغذ نویس، بنویس. میبرر ممدلی عرض سلام. بنویس کاغذ نویس، بنویس. بگو ام پنجمی کاغذ افدم. هرچی بیشتر میچوم رای پایه ممدلی، ممدلی جی تو در به در میره کاغذه. بنویس تیکیش که کاکول بکوده، ده باقایده خمار مو فکوده. سر درد بگد مرا جی شوق زود، صبح سرد هم مرا سدنگ بو. هرچی بیشتر میچون رای پایه ممدلی، ممدلی جی تو در به در میره کاغذه. بنویس شهر کوچی خاخور تشین، چشم به دور کنه تازه کن بسین. حجالی کی سربازی بگردسه، کی بررزه ابولیش مدرسه. هرچی بیشتر میچوم رای پایه ممدلی، ممدلی جی تو در به در میره کاغذه. بنویس کاغذ نویس، بنویس کاغذ نویس، بنویس کاغذ نویس، بنویس کاغذ نویس. بنویس رخسر شمسلی عروس، دم بیرون با برد باز. واگویا کنی خمار لجلجی، میگه به زبان دراز. بنویس کاغذ نویس،
بنویس کاغذ نویس، بنویس کلچ ملچی گاب میشین سرزا سغت بگو. امی خان صحرایی جاد دکف ایچه که زمین بشو. هرچی بیشتر میتونه رای پایه ماندلی ماندلی بی تو در به در میره کاغذه ماندلی 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 ماندلی. خیلی ممنونم.